امروز 7 مهر تظاهرات در مسجد مکی و اطراف مسجد مکی و زدن گاز اشکاوا توسط نیروهای امنیتی و تیراندازی به سوی نمازگزاران. مردم با ماموران در 7 مهر جمعه در خیابان خیام مسجد مکی و زایدان و تیراندازی مستقیم نیروهای دولتی به مردم نمازگزار. تكون تسعة مستقيمة. مش أنا جديد مستقيمة. تذكرت كنت تسعة مستقيمة.